کل بدعت ضلاله. در چی؟ در امور دینی. متوجه این نقطه باشین. امور دینی چی است؟ عقیده هست. امور دینی چی است؟ عبادت است. امور دینی چی است؟ اخلاقیات است. پس معلوم میشه اینجا مشکل چی است؟ چرا این بدعت ها گمراهی هست؟ این بدعت ها چرا گمراهی است؟ به خاطر از اینکه چوکات دین تکمیل شده. الیوم اکملت لکم دینکم. متوجه هستین؟ اینجا نگفته که ساینستان تکمیل شده، اینجا نگفته تکنولوژی تان تکمیل شده. مسائل ساینس، تکنولوژی، مسائل ریاضی، کیمیا، فیزیک، بیولوژی، جغرافیا، علوم که از مربوط به انسان هاست. پس انسان روز به روز ایره تحقیق میکنه و ایره پیشرفته شده میره. در اینجا دین ممانعت نداره. از این خاطر بدعت در دین به خاطر از این خراب است که چون دین تکمیل است. در زمان رسول الله اکرم صلی الله علیه و سلم دعاها تکمیل شد، عقاید تکمیل شد، عبادت ها تکمیل شد. پس تو دعای نمیره. از کجا وقتی که میری در بین دین داخل میکنی اینو میره چی میگن؟ بدعت و نوآوری میگن.